خیراتی سورامیز بخیر. خدا کنه که جور و صحت و سلامت و از گزند حوادث روزگار در امان باشه و لباس گرم زمستانی اورجینال نه مارک نه اما تو 20 روپگی ولی گرم در جانتان باشه. ما و شما را خبردار مارک طبقه خلاف کرده اینمی رسم و رسوم کنپارگی ناق و یک پیام گفتنی به ملت دارم و یک پیامم به یک دلاک دارم. پیام ما به شما ملت شریف افغانستان است که اول خب بازم سلام تقدیم کلتان و گفتنی ما ای از وطندارا که امروز زمستان است در وطن مردم نان نمیافه بخوره کلت خیش قوم داره او مردم گردن تان در دنیا و آخرت بسته که خیش قوم نداره یا از زیر جنگل بوده پیدا شده. بلیاز خدا یک کسی به نام بشرف شرافت پروانی نه بشرف پروانی بشرف پروانی کنسرت گرفته است. بلیتش از تکتش از $150 یا $150 او بلیاز قرآن این دلاکا خود اونمو جمع این پیسه مردم جمع که مردم در رقص و پایکوبی بیادر بیناموسی بی حیایگی و یک کار دیگه یک وشتوکه که دیگه او مچمو خردجال و آدم که بوده است که وشتوکه خود ایوازه ببره پیش ملا در گوش شازان بتن او خردجال پیشی سک دجال آمده است در گوش عزیز بیت میخوانه او بلیاز قرآن او ملت در کجا روان هستی همی گردنتان بسته اقدر یتیم و بیچاره و بیوه و بیبزاعت که کلش اینمه تو چشمش سیل است که چه وقت یک وطندار $2 یک توتنان بایی بته او بلیاز قرآن $1.5 ایت نشه 15,000 16,000 میشه لیاز قرآن تو دگه خانواده بتیش زنده زمستانش بس از دچا خلاصه میگو مانده را یک قدم گشنه را یک تکه او بلیاز قرآن امی کمکم اتو روز میشه خداوند سوال میکنه که ما فقیر بودم چرا به ما کمک نکردی پیسه ندادی و میگو چرا ما مریض شدم به عیادت من آمدی ما تو اگر واقعا مسلمان بودیم میگم یا پروردگار تو خو مریض نمیشی تو خو مفلس نمیشی میگو وقتی که بنده ما همسایه خیش اقاربت مریض بود اگر تو پیش از او میرفتی گویا که مرا نزدو از او میافتی گویا که به عیادت ما آمدی اما تو پیسهش این وطندارا ما شکر خدا که کچالو پیاز به هر رقم روزگار خدا 2 سال در میادر نمی جنگل با تا تیر کردم ولی از شما کدام توقعی دیگه نکردیم. وطندارا ما میشاش با زندان خدا وراسی بسیار حدیث شریفه ما شما را میفتم کتاب بخونه تا بالا خنده میکرده ولی شکر میگو زگهواره تا چه خوش گفت پیغمبر راستگوی زگهواره تا بگور دانش بجوی تا پلی مرگم که ما تو فیلسوف شویم فکر که از بحر یک گنجش که او میخوره یا هفتاوه اون قیقه که شما تو میتونیم گرفته بله از خدا مزیاد شکر خدا خواندیم از انزام که چه وقت نیست توجه نرسیدیم ولی همه قیش همه فهمیم که خوبی هیچ وقت رای خدا گم نمیکنه. اگر پیسه را در رای نیک مصرف کردی اون خدا هم خوش بنده هم خوش دل خود و قلب تو هم خوش. اگر در رای بد مصرف کردی از او جواب دادن هم هست در رای نیک اون خداوند اجر و حسنش هم میته برای صبر تحمل هر چی بخوایی ولی در رای بد خونه و بله از خدا اون قمارباز که در خانه دولت گرفت بیادر نمیگو که شما سایل بین بوده کلش هم میگره اینمی که زیر لایف ای رقاصه و بازنگر میره میشینه شما هم از نسل مو رقاصه و بازنگر خردجال است که را گفت و گفتکاری میکنه ولی از قرآن تا امریکا خود رسان حالی مردم دیگه خود وطن هر پای فرارم راه اوست ایران که پاسپورت نه پس روش میکنه اگه پیاده می تکر میکنه دوست بگی کدام روز شما ندیده کلی روزا را دیده ولی لحظه خدا ما و شما همین مسلمانی را خبات نکنه اقلا مسلمان صلی رحم می داشته باشه. ما اینا رو ببینم شرافت است طرافت است بشرف است طرفدار از او هم به شود لایف ساعت 9 یا 10 با وقت همی بلژیم و جرمنی اروپا حالا منطقه در موقعیت در قلب اروپا هستی دیگه ساعت ها یکی است طرفدار از او هم به از این اگر چند که من قانون ها را بند کرده بودم ولی قانون دست خودم است بخوایم است بخوایم نیست برای 2 ساعت 3 ساعت طرفدار از او را میارم از ما مگه کدام کسی هست نیست خلاصه کسایی را میشناسم میارمش بالا دهی بار ما و شما باز داریم که خردجال طبقه این رقم در عیشت و معیشت باشه که یورو و دلار ساتوری و بغل بازی کنه ما و اولاد غریب خاک بخوره و بدرم خودتان سر و گریبان کنید در عالمو به ناموس کدام چیزی را یاد نداره. شاعر اونو میر مفتون است هنرمند بگو یا دلاک است نه مردم شاعر کسی است که از خود می سراید
حالیاخ پیشیو برو با اونمو دردندان اینمتو گوره پدرت چه رقم چطور بیادرت پودری بیادرت برو بیادر چهار پک خانواده تا کمک کو جور و صحت و سلامت باشه دیگه منتظر هستم ببینیم چه میشه توکل به خدا